مهربان. اینجا شهرستان چابهاره و بیماری رو که مشاهده میکنید یه تکه شیشه کوچک رفته به پاش، مراجعه کرده به بیمارستان ولایت راسک. متاسفانه گفتن که ما نمیتونیم این شیشه رو در بیاریم از پایشون. افرادی هستن بی بضاعت، پولدار هم نیستن، افراد طبقه پایین هستن. این بیمار رو برداشتن، الان من هزینه‌هاشم بند اعلام میکنم اینجا. یه ماشین دربست کردن 3 میلیون تومان، اومدن اینجا بیمارستان امام علی چابهار مراجعه کردن. دکتر دیده، گفته که برید 2 روز بعد بیایید، یعنی امروز منظور. امروز اومدن مراجعه کردن، دوباره مجدد 3 میلیون دفعه قبل هزینه کردن، 3 میلیون الان هزینه کردن، پول ماشین دادن دربستی، شده 6 میلیون تومان. دکتر اینو ارجاع داده به مطب شخصی خودش. دکتر اسمش چی بود؟ دکتر نرگس افشون ارجاع داده به مطبش و مجبورش کرده که مبلغ 8 میلیون تومان واریز کنه به حساب شخصی به نام علی حسن اسلامی. واریز شده. بعد از این که این مبلغ 8 میلیون تومان واریز شده، اینا رو ارجاع داده به بیمارستان، اونجا عملشون رو انجام داده. خب این شیشه رو اینجا بگیرین، من الان دوربین رو بیارم قشنگ این شیشه مشخص بشه چه اندازه هست که به خاطرش 8 میلیون تومان پول گرفته. یه لحظه. اینم یه لحظه شیشه ای هست که دیده هم نمیشه با چشم. نگاه کنید این شیشه خیلی خیلی ریز رو نگاه کنید. بابت همین 8 میلیون تومان از ایشون پول گرفته. من از جکیگور روستای هدار اومدم. اول رفته بودم ولایت راسک، اونا گفتم ما جراح نداریم، نمیتونیم این شیشه رو در بیاریم. از اونجا ما رو فرستادن چابهار. اومدیم چابهار، رفتیم بیمارستان گفت، رفتیم دکتر آمد ما رو دید، گفت برین مطب من. رفتیم مطب دکتر از ما گفت اینجوری نمیتونیم شما رو ما بستری کنیم، اول باید گفت 10 میلیون تومان اولش گفت. بعد ما اینقدر زدیم اینور اونور، خیلی اصرار کردیم، گفت 8 میلیون تومان. 8 میلیون تومان بدونید به حساب کارتش، شماره کارتی به نام علی حسن اسلامی به ما داد، ما واریز کردیم. بعد ما را معرفی نامه داد، فرستاد ما را بیمارستان امام علی چابهار. الان ما رفتیم بیمارستان، ما را عمل کرده، شیشه را در آورده همین امروز که میشه تاریخ 5/2/1404. این هم رسیداش اینه هست اینا. بله رسیدای خلاصه پرونده بیمارستان هم موجوده، شماره پرونده. اگه کسانی که این کلیپ رو میبینن میخوان بررسی کنن، ما این حرفا رو دارم میزنم به رئیس علوم پزشکی این منطقه چابهار. شماره پرونده 47 62 59. نام خانوادگی بیمارم مهدی بلوچی مقدم. بله بابت در آوردن همون شیشه‌ای که خیلی اصلا به چشمم دیده نمیشه، خیلی ریز هست، زجرها رو کشیدن. چرا بیمارستان راسک جراح نداشته باشه؟ بیمارستان راسک اگه جراح نداره به خاطر در آوردن یک شیشه خیلی ریز و کوچیک جمعش کنید دیگه، به چه دردی میخوره؟ مسئول بیمارستان راسک، علوم پزشکی ایرانشهر، به خودتون بیایید، به داد مردم مظلوم منطقه راسک، جکیگور، هدار، بافتان و توابع راسک برسید.